سلام و عرض ارادت. دیروز علی گدا خورجینشو گشت و گشت و گشت تا عاقبت یه عتیقه بنجل به نام صدیقی رو پیدا کرد و فرستادش تو جمعه بازار. این شیخ گریانم طبق معمول شروع کرد به ناله کردن و رله اراجیف ولایت درباره فتنه. ریشه فتنه هنوز موجود است و طرفداران فتنه که در اقلیت محضم هستند هنوز هم دیدید روز 16 آذر از فتنه و فتنگر در بعضی از محیطها اینها علنا هنجار شکنی کردند. اینجاست که بنده موشکاف باید یه دست مریضاد دیگه به دانشجوهای هموطنم بگم که جای مشتشون هنوز که هنوزه تو فک ولایت باقیه. دل و دماغ علی گدام و نوچه هاش از 16 آذر شما جزغاله شده. آخوندا هر چی زور میزنن که یه جوری سر و ته فتنه رو هم بیارن به جایی نمیرسن. آبقوره گیری این یارو صدیقی هم همچنان ادامه داره. بعضی ها که در فتنه بازارگرمی میکردند حالا شهر به شهر راه افتادند و بعضی از دانشگاه ها هم محل امن اینها و باشگاه تبلیغاتی اینهاست. از حالا هم برای خبرگان و هم برای مجلس آینده دارن از امکاناتی استفاده میکنن که حقشون نیست و میخواهن مجلس آینده را در خور فتنه برای خودشون از حالا زمینه سازی کنند و در خبرگان هم دستی داشته باشند و بتوانند در متزلزل کردن پایه های نظام در آینده مؤثر باشند. اوه تو که گفتی یه اقلیت محضن. آقا اینا کدوم اقلیت محضن که تا همین جای کار نظامت رو اینجوری جر و واجر کردن؟ نه جدی قضیه چیه؟ یه دفعه چی شده رفتی تو روزه خبرگان؟ پس اگه رفتی تو خبرگان و شاخ تو شاخ شدن باهوش چی شد دوباره برگشتی به تزلزل نظام؟ آخه پس تو چی کاره ای صدیقی؟ چرا یه غلطی نمی کنی؟ این مسیر اگر با حضور مردم و تصمیم قاطع مسئولین اگر معالجه نشود هزینه های بعدیش بیشتر خواهد بود. لذا حضور مردم محکومیت طرفداری از فتنه را در رأس مسائل سر دادند و مردم ما مصممند که جلو فتنه بیستند. ببینم این نظام ولایت چه مرضی داره که هرچی زور میزنید نمیتونید علاجش کنید؟ بعد از 35 سال تازه داری از هزینه های بعدیش مینالی. زیاد به گله های ساندیس خور و چیزایی که سر دادن دلخوش نکن. اگه از ساندیس خور آبی واسه ولایت گرم شد الان اینجوری فتنه نمی کردی. دنبال یه چیز اقتداردار باش. نکته دیگر تجلیل از ارتش مقتدر ولایت مدار مکتبی نظام جمهوری اسلامی است که در این رزمایش بسیار مقتدرانه شکوه و اقتدار و جلال و تجهیزات دشمن شکن رو به نمایش گذاشتند و در مرزهای آبهای بین المللی به وسعت 2,200,000 کیلومتر با انواع نمایش‌های امکاناتی، تاکتیکی و اقتداری هم به دوستان داخل کشور منتظران امام عصر ارواحنا فدا دلگرمی بود. عجب سوتی زدی صدیقی. این همه رزمایش و موشک و پوشک برای حال آوردن بسیجی های خودتون بود؟ تو فکر کردی با این دست و پا زدن های بسیجی رنگ کن میتونی درد فتنه رو علاج کنی؟ اصلا فرض کن موشکاف هیچی نگه. بابا شیخ فری خودتون میاد زیرا به موشکا رو میزنه. آخه وقتی تحریم گلوی عظما رو چسبیده دیگه موشک به چه درد میخوره؟ بگذاریم این سوتی اول بود.
حالا بعدی رو سنگین تر بیا. میبینید نخست وزیرشون، مقاماتشون وقتی میان پوشش کافی دارن، کت میپوشن، پاویون میبندن، یقهشون پوشیده است. چی میبندن؟ پاویون میبندن، یقهشون پوشیده است. اوه، همینه دیگه. بعد ببین شیخ فری با کی میخواد بره پیش 5+1؟ کسی که همه عمرش فقط بلد بوده عمامه ببنده. معلومه که به پاپیون میگه پاپیون. بازم قاطی کردی شیخک، قاطی کردی. تحریم و فتنه و مذاکره و زهر و خبرگان همه رو ریختی تو کاسه. همه اینا با هم زده مختو اساسی تیلیت کرده. از همین وضعیت زار و نزار تو میشه فهمید که بله، ریشه فتنه هنوز موجود است.